سلام، من علیرضا قالیجاری، مدیر سایت هنر کودکان و اینجا کانال آپارات هنر کودکان. با من همراه باشید. با سلام خدمت شما همکاران گرامی، به مجموعه هنر کودکان، سایت هنر کودکان خوش آمدید. امروز هم میخوام مثل جلسات قبل یه تکنیک دیگر رو بهتون آموزش بدم. یه تکنیک خیلی ساده از زیر مجموعه تکنیک های چاپ، یه کار بسیار جذابه، بسیار ساده، که من مراحل کار رو خدمتون میگم. ببین، اون چیزی که ما میخوایم برای این کار یه تصویره. هر تصویر میتونه باشه، تصویر چهره، طبیعت، هر تصویری قابل اجراست و میشه توی این تکنیک استفاده کرد. اصلا کاغذش هم خیلی مهم نیست، معمولا کاغذهای حالا یا گلاسی یا کاغذهای معمولی تصویرتون. یک مقوا هست برای اینکه زیر کار رو انجام بدیم. کاری که انجام میدیم اینه که ما اول میایم این مقوامون رو با کمک آبرنگ خیلی ملایم رنگ‌های مختلفی رو روی کارمون قرار میدیم. اصلا مهم نیست چه رنگی، فقط اینکه رنگ‌ها خیلی ملایم باشه. من زیر کار رو با آب خیس میکنم. خوب دقت کنید، رنگ‌های روشنی رو استفاده میکنم به صورت لکه‌ای. تقریبا تمام سطح کار رو به این صورت در واقع رنگی میکنم با آبرنگ. حالا به خاطر اینکه تایم فیلممون بالا نره، من همه کار رو انجام میدم، در ادامه خدمت شما هستم. خب حالا توجه کنید، من در واقع زیر کار رو رنگامیزی کردم به صورت خیلی کم رنگ و حالا به صورت لکه اتفاقی رنگامیزی کردم. انتخاب رنگی که انتخاب میکنید به اختیار خودتونه، ولی از رنگای ملایم و شاد استفاده کنید. حالا تو مرحله بعدی ما این تصویری که داریم و پشت این تصویر رو ببینید، به وسیله مداد شمعی، خب به مداد شمعی مشکی کل سطح کار رو در واقع مداد شمعی میذاریم، پر میکنیم، رنگامیزی میکنیم. خوب دقت کنید، در واقع این حالت کاربن به خودش میگیره. یعنی فکر کنم تا الان نوع کار متوجه شدید، ولی خب من مراحلش رو انجام میدم، بعد اون تصویر زیبا رو شما خواهید دید. من اینو تا این قسمت رنگ زدم. خب حالا همه کارم نمیخوام انجام بدم چون زمان زیادی از ما رو میگیره، تایم فیلم زیاد میشه. من تا اونجایی که میتونم همه جای این پشت این تصویر رو با پاستل رنگامیزی میکنم، بعد اینو برمیگردونم روی این. فقط باید دقت کنید، این کار باید خشک خوش بشه، یعنی کاملا بذارید خوش بشه که در واقع بتونه این رنگ روی سطح کار قرار بگیره. من اینو روی این سطح کار میذارم، فیکسش میکنم که تکون نخوره. حالا میشه مثلا با 2 تیکه چسب اینو ثابت کرد که تکون نخوره. خب بعد با یک وسیله مثل خودکار، یک وسیله نوک‌تیز مثل خودکار شروع میکنیم به طراحی، که یعنی روی خطوط طرحمون اون شکل‌ها رو کشیدن. من یک قسمتی از کار رو انجام میدم، حالا بعد دوباره فیلم رو قطع میکنم، نتیجه نهایی رو خواهید دید. ببینید به این صورت من میام این گل رو
خطوطشو میکشم، یه خورده به دستمون فشار میدیم، به این صورت. یه جایم که خطوط هم داره میتونید به این صورت خطوط رو ترسیم کنید. خب من اینو انجام دادم تا این مرحله. فیلم رو قطع میکنم، ادامه کار رو انجام میدم، نتیجه کار رو بهتون نشون میدم. خب دوستان، کار تا یه حدی تموم شد دیگه. من بقیه اطراف رو دیگه نکشیدم، فقط میخواستم نتیجه کار رو سریع بهتون نشون بدم. ببینید من اینو بر میدارم و اتفاقی که میفته اینه، این تصویر ما به این زیبایی روی این کار قرار میگیره. حالا این کار دو تا نکته خیلی مهم داره. نکته مهمش اینه که شما میتونید اینجا اصلاح رنگی کنید، یعنی روی همین کار دوباره بیاید یه سری رنگا رو اضافه کنید. و یک کار خلاقانه دیگر رو که میتونید انجام بدید این که میتونید از یه تصویر دیگه روی این تصویر استفاده کنید. مثلا میگید که این قسمت رو میخواید یه تصویر دیگه باشه، اون تصویر رو میارید مثل همین کار پشتش رو تیره میکنید، قرار میدید این قسمت و بعد دوباره میکشید. یا این قسمت رو میخواید یک شکل دیگه، یک تصویر دیگه باشه و این کار ترکیبی رو به صورت چاپی انجام بدید. این کار و این روش کار با استفاده از پاستل و رنگ حالا به نوعی تکنیک ها و روش های دیگه داره که من یه نمونه دیگه رو بهتون الان نشون میدم. خب ببین، یه نمونه دیگه این تکنیک اینجوریه که شما میتونید روی سطح کار رو به هر حالتی که دوست دارید با پاستل رنگامیزی کنید. اینا همش پاستله، پاستل روغنی. بعد کودک کاغذشو میاره روی این قرار میده به این صورت و بعد میاد با مداد به صورت تک رنگ، با مداد به صورت تک رنگ نقاشیشو اینجا میکشه. اتفاقی که میفته اینه که وقتی پشت کار رو نگاه میکنید میبینید یه تصویر به این صورت اینجا تصویر رنگی ایجاد شده. یعنی وقتی کودک روی این سطح کار نقاشی میکشه و فشار روی خطوط میاره، رنگ ها به پشت کار میچسبه و این تصویر رو ایجاد میکنه. من در مورد کار اصلی یک نکته پایانی خدمتتون بگم. ببین این کار سختیه. خب من اینو در واقع برای شما که مربی هستید مطرح کردم که بتونید یک کاری زیبایی رو انجام بدید، ولی با بچه ها با عکسای و فرم ها و شکل های ساده شروع کنید که بچه ها بتونن کار رو انجام بدن. این کار من تجربه اینو دارم، برای بچه های 6 سال به بالا میشه اجرا کرد. فقط تنها در واقع تفاوت کار اون حجم کار و اون نوع کار، یعنی نوع تصویر و اون در واقع زحمتی که بچه ها روی کار میکشن. هر چقدر کار تصویر شما برای بچه ها ساده تر باشه، برای گروه سنی پایین تر، هرچه عکستون و اون تصویر در واقع به نوعی سخت‌تر باشه برای گروه سنی بالاتر. امیدوارم که از این تکنیک هم استفاده کنید، به بچه ها آموزش بدید. به سایت هنر کودکان هم سری بزنید. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.